اگه شما توی ایتالیا زندگی میکنید و قصد دارید که برای خانواده‌تون دعوتنامه بفرستید و دعوتشون بکنید تا ویزای توریستی بگیرن و بیان ایتالیا به دیدار شما جای درستی هستین. این ویدیو برای شماست. من توی 9 سالی که دارم توی ایتالیا زندگی میکنم دفعات مختلف 5 یا 6 بار شاید برای افراد مختلف خانواده‌ام، خواهر، پدر، مادر دعوتنامه فرستادم و اومدن پیشم. همین الانم که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم توی پروسه دعوت کردن خانواده‌ام هستم. همین امروز دعوتنامه ها رو پر کردم و هفته آینده خانواده‌ام در سفارت ایتالیا در تهران نوبت دارن. بچه‌ها من قبلا سری های مختلف هر دفعه که خانواده‌ام رو دعوت کردم ویدیوهای مختلفی راجع به پروسه دعوت کردن خانواده، مدارکی که نیاز هست روزی که نوبت دارن سفارت و خلاصه هر چیزی که فکرشو بکنی که به گرفتن ویزای توریستی ایتالیا کمک بکنه من راجبش ویدیو ساختم. همه رو توی یه دونه پلیلیست اد کردم. این ویدیو هم قراره به همون پلیلیست اضافه بشه و لینک این پلیلیست رو براتون این پایین توی قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. بریم سراغ پر کردن فرم دعوتنامه‌مون. من طبق معمول هر وقت که نیاز باشه یه گوشی یدک میارم. من اینجا قبلا فایل PDF فرم دعوتنامه رو دانلودش کردم، الان باز میکنم و برای شما اینجا روی صفحه فرم رو میذارم و با هم دیگه مرحله به مرحله میریم جلو و براتون توضیح میدم. خب اول از همه بهتون بگم که این فرم رو شما میتونید هم به زبان انگلیسی پر کنید هم به زبان ایتالیایی. اگه هم دقت کنید تمام اطلاعات خواسته شده اول ایتالیاییش نوشته شده، بعد یه اسلش گذاشتن، بعد انگلیسیش نوشته شده. مثلا اسم نوشته نومه به ایتالیایی اول سلش نیم. حالا اسم و فامیل که فرقی نمیکنه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی، ولی سایر اطلاعات رو اگه شما ایتالیایی بلد نیستین به راحتی میتونین به زبان انگلیسی وارد کنید. بچه‌ها این آخرین ورژن و جدیدترین ورژن فرم دعوتنامه سفارت ایتالیا هست. البته ورژن های قبلی اینطوری نیست که فرق زیادی داشتن. فرم کلی دعوتنامه همین بوده همیشه، یک سره حالا مثلا یه سری چیزای جزئی یا ظاهرش ممکنه عوض شده باشه. الان در حال حاضر این آخرین ورژن هست و 2 صفحه هست. این قسمت کادر بالا جایی که نوشته بالا سمت چپ درشت‌تر ایو سوتو اسکریتو اسلش آ، این قسمت اطلاعات مربوط به ما هست. مایی که ساکن ایتالیا هستیم و فرد دعوت کننده هستیم. این قسمت مثلا توی کیس من که میخوام خانوادم رو دعوت کنم، من فرد دعوت کننده هستم و این کادر کلا اطلاعات من نوشته میشه. اینم که فکر میکنم خودتون بدونید که اسمها رو باید بر اساس اسپلی که توی پاسپورتتون نوشته شده اینجا بنویسید. نوم اسم کوچیک، کنیومه این قسمت جلوش فامیلیتون رو مینویسید. داتا دی ناشیتا تاریخ تولد، اونم بازم باید تاریخ تولد میلادیتون رو بنویسید. جلوی تاریخ تولد توی همون کادر نوشته لواگو دی ناشیتا محل تولد. همه این اطلاعات رو باید بر اساس اون چیزی که توی پاسپورتتون نوشته شده پر بکنید. مثلا من برای محل تولد خودم نوشتم رشت اسلش ایران. گزینه بعدی ناسیونالیتا یعنی ملیت. برای ملیت به ایتالیایی باید بنویسید ایرانیانا. بچه‌ها من خودم چون به ایتالیایی پر میکنم فرم رو، الانم دارم ایتالیاییش رو میگم. گزینه بعدی دوکومنتو دی ایدنتیتا. این قسمت شما باید جلوش شماره کارت ایدنتیتا ایتالیاییتون رو بنویسید. کارت ایدنتیتا شما قسمت بالا سمت راستش یه شماره‌ای نوشته شده، یک کدی هست که یک میکسی از حروف و اعداد هستش. اون کد رو باید اینجا بنویسید. گزینه بعدی پاساپورتو یعنی پاسپورت. شماره پاسپورتتون رو باید اینجا وارد بکنید که اونم باز یک کدی هست میکس حروف و اعداد که فکر میکنم یک دونه حرف داره همیشه اولش، بقیهش کلا عدده. پرمسو دی سوجورنو کارت اقامتمون. روی کارت پرمسوتون اگه نگاه بکنید اونم دقیقاً اون بالاش یک کدی نوشته شده، اون کد رو اینجا وارد میکنیم. ایندریتسو یعنی آدرس.
شما آدرس محل زندگی خودتون در ایتالیا رو باید اینجا کامل وارد بکنید. اسم خیابون، شماره پلاک، اسم شهر و کمونه و بعدم کد پستی. قسمت بعدی پروفسیونه، یعنی حرفه. شما شغلتون چیه؟ اگر درس میخونید و دانشجو هستید مینویسید استودنت یا استودنتسا. اگر هم شاغل هستید شغلتون رو مینویسید. نومرو دی تلفونو، شماره تلفن، شماره موبایلتون رو اینجا میذارید. کادر بعدی اون وسط که بالاش درشت نوشته شده سولو پر له سوچیتا او اورگانیزاسیونی، فقط مربوط به کمپانی ها میشه و برای ما اشخاص عادی نیست. بنابراین این قسمت رو من خالی میذارم همیشه. پایین این کادر نوشته دیکیارو دی ولر اسپیتاره، یعنی اینکه من دارم رسما بیان میکنم که میخواهم میزبان این مربع رو من تیکشو میزنم. پایینش 2 تا گزینه داره که باید یکی از این 2 تا گزینه رو انتخاب بکنیم. گزینه اول presso la mia abitazione، یعنی در منزل خودم میزبانشون باشم. گزینه بعدی اون پایین نوشته al seguente indirizzo، یعنی در آدرس اشاره شده. که خب شما اگه دانشجو باشید و ساکن خوابگاه باشید این گزینه دوم رو بزنید، al seguente indirizzo، تیکش رو بزنید و متعاقباً باید خانواده شما روزی که نوبت دارن و میرن سفارت ایتالیا توی این حالت اون روز باید رزرو هتل نشون بدن برای اون تاریخ، اون بازه زمانی دقیقی که شما توی دعوتنامه ذکر کردید. اگر هم شما ساکن خوابگاه نیستید و خونه‌ای دارید، حالا یا اجاره یا خونه خودتون باشه، شما به راحتی اینجا میتونید تیک گزینه اول رو بزنید presso la mia abitazione، یعنی که میخوام در منزل خودم میزبان خانوادم باشم و توی این حالت دیگه خانواده‌تون نیاز ندارن که رزرو هتل ارائه بدن. خب میرسیم به این کادر بعدی که اینجا ما باید مشخصات فردی که میخوایم از ایران دعوت بکنیم رو بنویسیم. نام، اسم، کنیوم، فامیلی، داتا دی ناشیتا، تاریخ تولد، جلوش هم لوآگو دی ناشیتا، محل تولد. نازیونالیتا یعنی ملیت، بازم ایرانیانا. پاساپورتو، شماره پاسپورت اون فرد رو می نویسین اون جلو. ایندیریتسو، آدرس خونه خانواده‌تون، پدر، مادر، خواهر، برادر، هر کسی که هست آدرس خونه در ایران رو اینجا می نویسید. پروفسیونه یعنی حرفه، شغل. اگر مادر هست و خانه‌دار هست بنویسید خانه‌دار. اگر دانشجو هست بنویسید دانشجو. اگر شغلی دارن، اگر شغل آزاد دارن، اگر مثلا کسی صاحب مغازه است بنویسید. اگر کسی کارمنده بنویسید. اگر احیانا پدر یا مادر بازنشسته هستن همون رو بنویسید. relazione con l'invitante یعنی رابطه با فرد دعوت کننده، یعنی چه نسبتی وجود داره بین منی که دارم دعوت میکنم و این شخصی که داره دعوت میشه. مثلا فرض میکنیم من دارم فرم دعوتنامه برای مادرم پر میکنم، اینجا مشخصات مادرم رو نوشتم. relazione con l'invitante می نویسم madre به ایتالیایی یعنی مادر. per la seguente finalità یعنی برای دلیل مذکور. این جلو شما باید با یک جمله خیلی کوتاه با چند کلمه علت دعوت کردن خانواده‌تون این فرد رو بنویسید. مثلا ممکنه که شما دارید برای فارغ التحصیل شدنتون خانواده‌تون رو دعوت میکنید، اینو بنویسید اینجا. ممکنه که شما دارید ازدواج میکنید، برای جشن عروسیتون دارید خانواده‌تون رو دعوت میکنید، اینو اینجا بنویسید. اگه مثل این مثال هایی که گفتم بهتون یک رویداد مهم و خاص داره توی زندگیتون اتفاق میفته و یک دلیل مشخصی وجود داره و توی یک روز خاصی به خاطر یک رویداد بزرگ خاصی دارید خانواده‌تون رو دعوت میکنید، بهتون توصیه میکنم حتما یک مدرکی مبنی بر اون رویداد ارائه بدید. مثلا اگه شما دارین ازدواج میکنید به راحتی میتونید از کمونه محل زندگی خودتون، جایی که قرار ازدواج رو برگزار کنید، به راحتی کمونه اونجا به شما یک مدرک میده.
که به سفارت ایتالیا ارائه بدین، یا مثلا اگه قرار فارغ التحصیل بشید حتما میتونید از دانشگاه مدرکی مبنی بر این که توی اون روز خاص دارین فارغ التحصیل میشید تهیه بکنید و بدین اون روز خانواده‌تون ضمیمه سایر مدارک کنن. و یا اینکه دلیل خاصی وجود نداره، فقط یه دیدار و ملاقات خانوادگی هست، میتونید همینو بنویسید، دیدار خانوادگی، ویزیتا فامیلیاره. گزینه بعدی پایینشون آخرین گزینه این کادر نوشته شده پر ایل پریودو، برای دوره دل، یعنی از تاریخ یک روز خاصی باید اونجا نوشته بشه. یکم این برترش نوشته ال، یعنی تا این روز، بازم باید یک تاریخ یک روز خاص نوشته بشه. من معمولاً هر وقت خانوادم رو کسی رو دعوت کردم همیشه یک بازه حدوداً 2 تا 3 هفته‌ای، 20 روز، 3 هفته، یک همچین بازه ای رو اینجا نوشتم. مثلا فرض میکنیم من میخوام خانوادم رو از اول جولای تا 20 جولای دعوت بکنم. اینجا می نویسم 1/7/2025 تا 20/7/2025. باید حتما یک بازه دقیق با روز و ماه و سال مشخص شده باشه. پایین این کادر 3 تا گزینه داره که جلوش نوشته شده اونتواله، یعنی شما میتونید این تیک رو بزنید، این مدرک رو ارائه بدید، یکی از این 3 تا. میتونید هم هیچ کدوم از این تیک ها رو نزنید و این مدارک رو ارائه ندید. توی کیس من دعوتنامه برای خانوادم من هیچ وقت این تیک ها رو نزدم و همش رو خالی میذارم. چرا؟ چون مثلا گزینه اول داره میگه که من دعوت کننده تمام هزینه های فردی که دارم دعوت میکنم رو متقبل میشم. یا گزینه بعدی میگه که باز من دعوت کننده برای شخصی که دارم دعوت میکنم بیمه پزشکی دارم میگیرم. گزینه بعدی باز داره میگه که من دعوت کننده دارم یه مقداری پول رو توی یک بانک خاصی، این رقم خاص رو به عنوان گارانتی برای دعوت کردن اون شخص به ایتالیا دارم اختصاص میدم، که باز من این کار رو هم نمیخوام بکنم، چون من همیشه صرفاً دعوتنامه رو برای خانوادم فرستادم و تمام هزینه هاشون رو خودشون تقبل کردن و مدارک تمکن مالی، مدارک بانکی، همه چیز رو خودشون از ایران ارائه دادن. بنابراین من هیچ وقت نیاز نداشتم که این گزینه ها رو پر کنم یا این مدارک رو ارائه بدم. دیگه بستگی به کیس شما داره. خب صفحه اول تموم شد، میریم صفحه دوم. خب این بالای صفحه دوم این چند تا خطی که نوشته شده هنوز ادامه همون آخرین گزینه از پایین صفحه اول هست که ما گفتیم که من حداقل توی کیس خودم نیاز نداشتم که اینو پر بکنم. و بعد تمام این نوشته های ریزی که میبینید توی صفحه دوم سمت چپ به ایتالیایی و سمت راست معادل انگلیسیش نوشته شده موارد پرایویسی هست که باید بخونیم و بدونیم که داریم چی رو امضا میکنیم و هیچ چیزی برای پر کردن نداره. پایین نوشته شده لوگو ای داتا، مکان و تاریخ، که باید یک مکانی در ایتالیا، اون جایی که شما ساکن هستین، شهر محل سکونتتون در ایتالیا رو بنویسید. مثلا من توی کیس خودم می نویسم پادووا و یک تاریخی میزنم، یک چند روزی، یه هفته قبل از تاریخ نوبت خانوادم در سفارت ایتالیا. و این سمت راست پایین نوشته شده فیرما، که ما باید امضای خودمون و امضای انگلیسیمون، چیزی که توی همه داکیومنت های خارجیمون اینجا توی ایتالیا انجام میدیم رو اینجا امضا بزنیم. پایین نوشته الگاتی، یعنی ضمیمه ها، یعنی مدارکی رو که شما میخواین ضمیمه دعوتنامه بکنید. اولیش نوشته شده اوبلیگاتوریو، یعنی اینکه واجبه، یعنی اینکه حتما باید این مدرک ارائه بشه. دوکومنتو دیدنتیتا دلینویتانته، یعنی یه ایدنتیتی کارت از فرد دعوت کننده، که من اینجا جلوی این تیکش رو زدم و به عنوان ایدنتیتی کارت هم کارت ایدنتیتا ایتالیاییم رو گذاشتم، هم پاسپورتم رو گذاشتم که خانوادم به عنوان ضمیمه مدارک با خودشون ببرن. گزینه دوم من تیکش رو نمیزنم، مربوط به حالتی میشه که شما بخواین یک ضمانت مالی اینجا برای خانواده‌تون ارائه بدین.
چون من توی اون قسمت بالاتر تیکش رو نزدم، اینجا هم نیاز نیست اون مدرک رو ارائه بدم. گزینه آخر نوشته altri documenti، یعنی سایر مدارک. مثلا یه چیزی که حتما باید خانواده‌تون با خودشون ببرن و متاسفانه خوب بهش اشاره نشده اینجا نوشته دوکومنتو ایدنتیتا. دوکومنتو ایدنتیتا میتونه پرمسو باشه، میتونه پاسپورت باشه، میتونه ایدنتیتی کارت باشه، ولی در هر حالتی اگه شما پاسپورت یا ایدنتیتا رو ارائه بدین، به هر حال برای دعوت کردن خانواده‌تون نیازه که شما پرمسو دی سوجورنو رو ارائه بدید. من هیچ وقت فقط به پرمسو بسنده نمی‌کنم و همیشه کارت ایدنتیتا رو دادم. این سری برای احتیاط بیشتر تصمیم گرفتم که پاسپورتم هم بدم. بنابراین من این پایین eventuali altri documenti تیکش رو زدم و خودم اومدم این زیر نوشتم که چه مدارکی میخوام ارائه بدم. مثلا نوشتم permesso di soggiorno dell'invitante، یعنی من، passaporto dell'invitante نوشتم، یعنی پاسپورت من. و اگه توی کیسی هستین که همونطور که قبلا هم گفتم توی این ویدیو دلیل خاصی داری، مثلا مثل جشن خاصی، مثل فارغ التحصیلی، مثل ازدواج، یا چیزی که براش مدرک خاصی برای ارائه دادن داشته باشید، مثلا میگم شما دارید بچه دار میشید، میتونید مدرکی مبنی بر حامله بودن ارائه بدید از بیمارستان، از پزشکتون. اگه همچین مدارکی دارید، اون مدرکی که میخواین ارائه بدین رو این پایین بنویسید و بعد اون مدرک رو بدید خانواده‌تون ضمیمه سایر مدارک روزی که نوبت دارن در سفارت ببرن. این فرم هم به هیچ وجه نیاز نیست که شما پر کنید و خود اصل فرمی که شما با دست خودتون پر کردین رو فیزیکی برسونید ایران به دست خانواده‌تون. اینو شما میتونید به راحتی اینجا پر کنید، ازش عکس خوب بگیرید یا اسکن کنید با کیفیت بفرستید خانواده‌تون از روش پرینت بگیرن و به راحتی ببرن سفارت. امیدوارم که ویدیوی امروز براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی دارید حتما برام کامنت کنید، جواب میدم. مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه من بودین. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. اریودرچی.